اما مسلمون اون کسی نیست که نماز بخونه، روزه بگیره، یقه کیپ کنه، ریش بذاره یا حتی حجاب بگیره. آقا رسول الله میفرماید مسلمون کسیه که مردم از دست و زبانش در امان باشن. ببخشید وسط کلامتون میپرم، ولی من و شما نمیتونیم یک مسلمان واقعی رو تعریف و توصیف بکنیم صرف اینکه یه روایت یا آیه قرآن خوندیم. کار من و شما نیست. باید یک نگاه جامع و کاملی به همه روایات و آیاتی که مسلمان واقعی رو توصیف میکنن بندازیم، بعد نظر بدیم. مؤمنم اون کسی نیست که رد مهر روی پیشونیشه یا اینکه هی تسبیح دستشه و ذکر میگه. نه، همه این صفات باید در کنار همدیگه باشه و مسلمان واقعی رو توصیف میکنه. اینکه حالا ما بگیم چون یه شخصی مثلا نماز میخونه، روزه میگیره ولی فلان صفت رو نداره، مسلمان نیست، این اشتباهه. همه این ویژگی ها باید کنار همدیگه قرار بگیره تا اسم مسلمان رو یک شخصی، مسلمان کامل رو یک شخصی بیاد. حالا مسلمون یا مؤمن هستیم یا نه؟ ببینید همه این احکامی که گفته شد و این حرفایی که زده شد، هر کدوم توی اسلام اولویت خاص خودش رو داره. مثلا اولویت نماز خب به مراتب بالاتر از اولویت بعضی از اعمالی که توی اسلام مثلا مستحبه. هر کدوم جایگاه خودش رو داره، ولی نمیشه گفت اون پایینی و ارزش و اهمیتی نداره. همش باید باشه، مخصوصا واجبات الهی، حالا نماز باشه، روزه باشه، همه اینها واجب و اهمیت داره، ولی هر کدوم اولویت خودش. ولی کسی که نماز میخونه غیبت هم میکنه مسلمان نیست؟ میتونیم حرفا بزنیم؟ نه، آقا طرف نماز میخونه، مسلمان هم هست ولی گناه هم میکنه. پس این حرف شما یه خورده از احساسات سرچشمه میگیره. یه روایتی از امام رضا هست که حرف شما رو نقض میکنه. امام رضا میفرمایند کسی مسلمان نیست که اعتقاد به خدا، به رسول خدا، روز قیامت و اهل بیت و توحید و اینا رو نداشته باشه. نه اینکه طرف حالا نماز میخونه، اعتقاد داره ولی بعد از اعمال رو انجام میده، ما بگیم مسلمان نیست. پس خواهشاً صرف خوندن یک حدیث یا آیه قرآن مجتهد نشید و نظر توی مباحث دینی که کار شما نیست ندهید. خیلی ممنون و متشکرم.